به اخبار شبانگاهی اینتر پشمام خوش آمده. توجه شما را به اخبار جدیدی که به دستم رسیده جلب میکنم. بعد از گم شدن یک قزوینی در شهر قم، مراجع تقلید فتوای جدیدی صادر کردند. تا وقتی مرد قزوینی پیدا نشده باید نماز جماعت نشسته بخوانیم. وزیر اقتصاد ایران در پیامی در مورد شرایط اقتصادی آمریکا ابراز نگرانی کرد. آمریکایی‌ها برن نگران اقتصاد خودشان باشن که همش دلار داره گرونتر میشه. وای چه ذهن اقتصادی. خب بریم اخبار ورزشی رو هم با هم بررسی بکنیم. جوان غیور ایرانی در مسابقات 2 نفر با مشت زد، 3 نفر با پشت. تورم شدید در دنیای ورزش. بازیکن معروف 60 میلیون یورو قیمت گذاری شد که اگه همین 80 سال پیش می‌خواستی بخری کلاً قیمتش $30 بود. ممنونم که از همراهیتون. گرمتون. سابسکرایب کنین.